سلام، شما رو دعوت میکنم به تماشای دومین قسمت از ویدیو پادکست های ریتا. مهمون امروزمون آقای مجید بیگی، مدیر عملیات پوشاک. خیلی خوش اومدی، خیلی ممنونم از اینکه دعوت منو قبول کردی. اگر بخوام یه خلاصه ای از فعالیت کاریمون برات بگم، ما یه گروه تیمی هستیم که با هم تلاش میکنیم که راجع به ویژوال مرچندایزینگ صحبت کنیم، چرا که فکر میکنیم که باید بیشتر راجع بهش صحبت کنیم، بیشتر چالشاشو بررسی کنیم، بتونیم بیشتر به کسب و کارها کمک بکنیم و کمکی که از مهمونامون میخوایم اینکه در ارتباط با تجربیاتشون بیشتر با ما صحبت کنن. ازت خواهش میکنم که از مجید بیگی برامون بگی. منم سلام عرض میکنم خدمتتون و باعث افتخاری که دعوتم کردیم و خوشحالم که اینجا هستم. من مجید بیگی هستم، تقریبا 17 ساله تو صنعت ریتیل دارم فعالیت میکنم و حالا آخرین رزومه‌ای که داشتم جایی که کار کردم مجموعه دایامود بوده که برند امپوری آرمانی یکی از زیر مجموعه های دایامود بوده. بله. و تقریبا 4 سالی من توی مجموعه کار کردم. یه تجربه خیلی خوبی بوده، چون توی حالا برندهای ایرانی یه برندی اومد به نام امپوری آرمانی که بر اساس یه سری از استانداردهای روز دنیا توی لحاظ چیدمان و چه لحاظ طراحی و کانسپتی که برند آرمانی داره، من تجربه کاری با مجموعه دایامود رو داشتم. صحبت کردیم راجع به این که اصول و مبانی چیدمان به صورت یکسان ممکنه که اجرا بشه، ولی استراتژی چیدمان و پیاده سازیش و چالش هایی که داره توی حوزه های متفاوت مختلفه. اومدیم بررسی کردیم که توی فروشگاه های هایپرمارکت، سوپرمارکت که ما با واحد طراحی در ارتباط نیستیم و با تامین کننده در ارتباطیم که چالش هایی داریم که آقای تجبیدی برامون گفتن که ما از وقتی آیتم از سمت تامین کننده میاد به سمت ما مسئول چیدمانش هستیم و وقتی که کانسپت طراحی قبل رو نداریم میایم روی استراتژی های دیگه، مثل استراتژی های قیمت گذاری، مثل استراتژی هایی که بر اساس کاستومر فلو، مسیر حرکتی مشتری، مثل استراتژی هایی که بر اساس تجهیزاتی که ما داریم، اسست هایی که توی سطح فروش داریم، میایم روی اونا کار میکنیم، میایم برای مشتری اونا رو جذاب ترش میکنیم یا در واقع یک روایتگری برای مشتری میکنیم. امروز دوست دارم که برامون از ویژوال مرچندایزینگ یا دیدگاهی که خودت یا چالش هایی که خودت توی اون فروشگاه داشتی زمانی که شما به عنوان یه مدیر فروشگاه توی فروشگاه بودی و یه مسئول چیدمانی هماهنگ میشد که بیاد پیش شما و اون چیدمان رو انجام بده. میخوام ببینم که این فرآیند چجوری انجام میشد. یه گایدلاین قبلش برای شما ارسال میشد، شما میچیدین اون چیدمانا رو، بعد اونا میومدن، یا اینکه نه خود مسئول چیدمان باید میومد میچید و بعد شما مسئول نگهداشتش بودید؟ آیا واقعا برای نگهداشت اون چیدمان اهمیت قائل میشدین، نگرش میداشتین؟ چون بعضی موقع ها من بعضی از جاهایی که میرم دوستانی که وی ام هستن همیشه میگن که زمانی که ما وارد فروشگاه میشیم اون مدیر فروشگاه شاید مثلا حد اکثر 20 ساعت 24 ساعت اون چیدمان رو نگه داره و خیلی همکاری مفیدی باید بین مدیر فروشگاه و ویژوال وجود داره. میشه از این موضوع برامون بگین که مراحل چیدمان چجوری بود؟ من یه توضیح در مورد نقش ویژوال توی برندهای پوشاک فشن من بدم که من میگم وی ام توی برندهای فشن مثل یه رهبر ارکستری میمونه که هماهنگ کننده اون سازهای مخالفی که توی اونها گروه هستش اینو رهبری میکنه. من مثلا ویژوالم باز همین نقشه داره توی فروشگاه ها، یعنی شما دارید تعیین میکنید که مشتریان بر اساس چه نوع چیدمانی که داره صورت میگیره مشتری ما توی فروشگاه داریم هدایت میکنیم. بله. یعنی مشتریات حالا اون هیجان خرید، اون هیجانی که مثلا واسه دیدن کالای جدید میاد، به نظر من ویژوال خیلی نقش مهمی داره. حالا یه تجربه که ما داشتیم که تجربه خوبی بود اینه که تو مجموعه آرمانی ما بر اساس استانداردهای برند که هر برندی یه گایدلاینی داره که ما خدا رو شکر توی بحث حالا استانداردسازی ما
نقشی نداشتیم، یعنی خود برنده واسمون تعریف کرده بودیم بله. استانداردارا، ولی ما اومدیم اونا رو فقط تلاش کردیم که به بهترین نحو ممکن اونا رو انجامشون بدیم. خب حالا من این چند سالی که اونجا بودم یه تیم چیدمان داشتیم که معمولا ارتباطمون با تیم چیدمان خوب بود، یه جایی هم به چالش برمیخوردیم، ولی چالشمون چالشایی نبود که مثلا بخواد خیلی چیز نشه، حل نشه. ولی من خب تجربه کار تو برندهای دیگه هم داشتم که یه کمی راه سختی ها داریم، یعنی یه سری از فروشندگان و مدیران فروشگاه هایی که معمولا خب حالا بیشتر بازاری کار کرده بودن، اصلا وی ام اصلا نمیشناختن، ویژوال چیه، یه کمی سخته باهاشون کار کردن که بگیم آقا چیدمان فروشگاهی بر اساس یه سری اصول و قواعدی تو فروشگاه داره صورت میگیره توی فشن و خیلی موقع مقاومت میکنن نسبت به این موضوع که میگن نه من خودم تجربه داشتم، نه من مثلا اینجوری بوده، این کالایی که مثلا فکر میکنه جدید اومده رو باید حتما مثلا تن مانکن بکنه، اصلا اینجوری نیست. چیدمان یه سری اصولی داره. ما معمولا تو چیدمانایی که انجام میدادیم تا 2 هفته ما اون چیدمان نباید تغییر میکرد. ما بعد اساس یه سری دیتا هایی که داشتیم ما بعد تیم وی ام گزارش میداد به تیم اپریشن که من بر اساس این چیدمانی که دارم میکنم بازخورد این چیدمان چی بوده، چه درصدی از کالاهایی که توی فروشگاه هست توی این 2 هفته گزارشگیری میکردن از طریق سیستم که توی این 2 هفته که من چیدمان کردم چه درصدی از فروش کالای اون فروشگاه واسه این کالای نیو کالکشن بوده یا مثلا واسه این سکشنی بوده که من چیدمان کردم. که توی حالا نظم بحث چیدمان رو به این صورت بوده که معمولا میمدیم که ورودی فروشگاه ها کالاهای نیو کالکشن رو ما شو میکردیم. بله. خب اون بحث رنگ و بحث این که حالا اساس اون کانسپتی که حالا طراحی شده بود رنگ خیلی مهم بود، این که مناسبتی اگه داشته باشیم خصوصا می‌کنیم تو مناسبت‌های مثلا یلدا مثلا ما می‌دادیم از رنگ‌های قرمز بیشتر استفاده می‌کردیم یا مثلا بستگی به حالا فصلش که میشد ما نوع چیدمانمون تغییر می‌کرد که معمولا توی مثلا زمستون می‌دادیم کالاهای مثلا زمستون رو بیشتر شو می‌کردیم که بازخورد بیشتری داشته باشون توی فروش و دید مشتریان. ولی متاسفانه میگم که توی برندهای ایرانی ما این چالش را داریم و خیلی هم استانداردی واسهش چیز نکردن، تعیین نکردن. یعنی حالا اون تیم وی ام بر اساس تجربیاتی که داشته میاد یه چیدمانی انجام میده و میره. و من خودم توی فروشگاهی که میرم این موقع میبینم مثلا میگم توی فوت زدن شلوارها مثلا میگم آقا اینجا 3 تا باشه، بله، بچه‌ها میبینی 2 تا میذارن، میگم خب چرا 2 تا گذاشتیم که خب 2 تاست دیگه. درصد که اینا توی برندهای مثلا روز دنیا یه چیز تعریف شده است. میگه شما اگه کالای 3 تا نداری 2 تا مثلا گذاشتی، اینو بعد کالا رو مثلا جابجا کنین یه کالای دیگه بذاری جاش. که خب میگم که یه کمی مسیر طولانی داریم تا بتونیم به اون استانداردهایی که تو ذهنمون هست بریم. پس این گایدلاین شما هم به این نتیجه رسیدین که این گایدلاین میتونه کمک کننده مسیر ما، راه ما باشه. ما یه کاری که وی ام انجام میدیم نوشتن یک وی ام بوکه. این وی ام بوک میاد از استانداردهایی که باید توی یک برند رعایت بشه، هویتی که برند داره، پیامی که برند میخواد داشته باشه و نسبت به محیط‌های فروشگاهی که وجود داره، تجهیزاتش، فضاهایی که باید ازش استفاده بشه، اصول و مبانی که باید رعایت بشه داخل این وی ام بوک گنجیده میشه و اونا رو به فروشگاه‌های متفاوت ارائه میدن. میخوام ببینم که این گایدلاینایی که شما میگرفتین و واردش ازش استفاده میکردین واقعا به شما کمک میکرد برای مسیرتون و شما طبق اون گایدلاین نتیجه‌ای که ما همه میخوایم بگیریم که فروش بیشتره رو میگرفتین و آیا تغییرش هم میدادین؟ یعنی فکر میکنید که این گایدلاین باید ثابت باشه یا نه متناسب با رفتار مصرف کننده، متناسب با نیاز روز بازار، متناسب با مشتری که میاد، زمانی که میاد، فصلی که میاد ممکنه تغییر بکنه؟ درسته. ببینید هیچ اجبار 100% توی اجرای اون چیزه نیست. اون استانداردی که سازمان تعریف کرده شاید توی مجموعه‌ای
لوکیشن یک فروشگاه با فروشگاه دیگه فرق کنه. کالاهایی که داره میاد تو بساط چیدمان میشه و ما توی کشوری هستیم که 4 فصل هستیم. بله. معمولا توی برندها این چالش رو دارن که مثلا میگن که من این سیزنی که مثلا کالایی که تولید شده مثلا توی قسمت جنوب فروشم ضعیف‌تره چون کالای زمستونه است و تو جنوب ایران مثلا خب قطعا فروش کمتری داره، یا تو بخشایی که مثلا شهرهایی که مثلا یکم سرمایه هوا زیادتره خب قطعا بازخورد خیلی بهتری داشت اون کالا. خب حالا اینجا خود معمولا برندها کمی دستشون بازه که تو بحث حالا چیدمان کردن بله. بیان حالا مثلا یکسان سازی نکنن توی حالا برند توی فروشگاهاشون، میگن که خب حالا مثلا میتونیم این چیدمانی که قراره مثلا توی جنوب ایران انجام بشه رو میگن یک ماه دیگه انجام میدیم، 2 هفته دیگه انجام میدیم. خب اینجا برندهای ایرانی دستشون باز هست، ولی تو برندهایی که واقعا چیز هستن فکر کنم این موضوع تعریف شده واسش. بله. یعنی شما باید عکس بفرستی، باید گزارش بدی و به خودمون باید گزارش بدیم و ما این کارم انجام میدادیم. یعنی ما شما گزارش نمیدادیم، ما به مدیر عملیات گزارش میدادیم و اینا بر اساس که حالا گزارشاتی که حالا ماهانه و 3 ماه یه بار گزارش میدادن این گزارشات رو به خود اون برند میدادن و انجام میشد. این گایدلاین یعنی انجام میشد. خیلی کمک میکرد که بچه‌ها بدونن که بر اساس یه سری اصول و قواعد و یه سری استانداردها داره فروشگاه چیدمان میشه. چیدمان سلیقه‌ای نیست، چیدمانی که واسه شما دیکته شده که باید چی کار کنیم. اگه یه پروموشنی میشه خب اون میاد واسه چیز میذاشت، میگفت که من این راهکارو گذاشتم که شما توی پروموشن مثلا 30% مثلا بعد این چیدمان رو انجام بدی. کالاها مثلا کجای فروش قرار بگیرن و ما همیشه توی فروشگاه‌های آرمانی معمولا یه قسمتی داشتیم که کالایی که همیشه تخفیف داشتیم. بله. کالایی که تک می‌شدن، کالایی که کمی حالا کم گردش بودن، کالایی بودن که شاید لحاظ قیمتی مناسب اینجا نبودن، ما می‌بردیم که یه حالا آفی چیزی براشون در نظر می‌گرفتیم که مشتریای ما می‌دونستن که این قسمتی از فروشگاه کالایی که همیشه تو آفن و واسهشون معنی شد. یعنی اون چیدمانه حتی مشتری‌ها اونو حس می‌کردن که این فروشگاه چیدمانش به این صورته. می‌مدن مثلا کفش برمی داشتن میگم من چیدمانش رو نریزم به هم. خب مشتری اینو حس می‌کنه. وقتی که مشتری می‌بینه که یه فروشگاهی بر اساس یه سری اصول چیده شده خب مشتری هم استانداردها رو رعایت می‌کنه. بعد شما این استانداردها رو روی مخاطبی که میومد توی فروشگاهاتون و این حالا مثلا به قول شما میگین این قسمت رو میدونست واله پروموشنه، اینا رو به مرور زمان تغییر هم میدادین یا اینکه نه مثلا میگم یه دیوار توی آرمانی وجود داره که مثلا اینجا فقط کالاهای پروموشن دار چیده میشه و تغییر نمیکنه؟ نه، کالا تغییر میکنه، یعنی مکان چیدمان اون کالا رو ما تغییر میدادیم به خاطر اینکه یه موقعی احساس میکردیم مثلا بلک فرایده ما باید کالاهای بیشتری یا توی پروموشن ببریم. خب میمدیم فضای بیشتری از فروشگاه اشغال میکردیم واسه کالاهایی که قرار تو پروموشن باشن و معمولا هم سعی میکردیم که یه تغییراتی همیشه توی فروشگاه تو هفته یک بار انجام بشه که یه موقعی می‌بینیم خب تو بحث واردات جنس ما یه سری چالش‌هایی داشتیم که مشتریان حس می‌کردن که کالاها همون کالاهایی که مثلا 2 ماه پیش اومدن 3 ماه پیش اومدن خرید کنن، ولی موقعی همون چیدمانه اون تغییر چیدمانه باعث می‌شد که مشتری حس کنن که یه کالای جدیدی وارد فروشگاه شده و تو بحث روند فروش و فروشگاه خیلی تاثیر داشت. این تجربه‌ای داری که رفتار مصرف کننده‌های متفاوت رو دیده باشی حتی تو برندی که مثل برند شما بوده باشه و شاید یه قشری خاصی از جامعه مخاطبش بوده باشن، توی همون قشر خاصم شما رفتار مصرف کننده متفاوتی می‌دیدی؟ رفتار مصرف کننده‌ای که شما ابراز بکنه به نحوه چیدمانت، ابراز بکنه به اینی که یه مسیری جذبش کرده یا اینکه نه حتی شکایت هم بکنه. همچین تجربه رو داشتی؟ میشه یکی ازش رو برامون بگی؟
مشتریایی که ما داشتیم، خب مشتریایی که حالا مشتری هیجانی خب زیاد داشتیم که میمدن خرید میکردن، نه بر اساس نیازشون، بر اساس اینکه میدیدن که مثلا اون رنگ قرمز تیشرت چقدر مثلا واسش جذابه، که شاید اصلا واسه خرید تیشرت مثلا رنگ قرمز اصلا داخل فروشگاه نمی اومد، یا مثلا کفشایی می اومدن که مثلا احساس می‌کردن که لحاظ کوالیتی خیلی بالاست، گفت این چقدر خوبه مثلا. متوجه. آره، یعنی خریدایی بودن که بیشتر هیجانی صورت میگیره. و یه سری از مشتریامون هم خریدهایی بر اساس نیاز داشتن که میبرن خرید میکردن، که ما همه طیف مشتری داشتیم. یعنی که میخوام به این نتیجه برسم که این چیدمانه باید یه جوری باشه که رفتار مصرف کننده های متفاوت بتونن تو اون مسیر حرکتی یا کاستومر فلویی که دارن آیتم مورد نظر خودشون رو پیدا کنن. میخوام به این نتیجه برسم که میشه با چیدمان به نظر تو مسیری درست کرد که هر رفتار مصرف کننده، هر انسانی که رفتار مصرف کننده متفاوتی داره بتونه مخاطب اون برند باشه؟ حتما همینجور بود. این مثلا ما خود مجموعه آرمانی، خب یه موقع یه سری کالاهای میاد داخل فروشگاه، مثلا پاور بانک، مشتری من گفت که مگه پاور بانک هم داریم؟ واقعا خواستم الان بپرسم مگه پاور بانک هم داریم؟ گفتیم آره. یا مثلا خودکار میومد واسمون، این واسهشون خیلی جذاب بود. میگفت که مثلا من اتاقم پر مثلا محصولات آرمانیه، ولی مثلا احساس کردم که این پاور بانک خیلی واسه من میتونه جذاب باشه توی اون چیدمانی که تو خونم انجام دادم و خب به این صورت خرید انجام میدادم. به این موقع حتی ما توی یه چالشی که داشتیم توی فروشگاه‌ها، ما پاشنه کشایی داشتیم که واسه خود برند بودن، واسه خود فروشگاه تهیه شده بود. مشتریان گفتن که از این پاشنه کشا من میخوام. گفتیم خب نداریم بهتون بدیم، واسه مشتری هست. میگفت که نه من میخوام، پولش من میدم شما مثلا چیز کنید. گفتیم نمیتونیم، مثلا همچین بارکدی توی سیستم تعریف نشده. میگفت که خب من اینا میبرمش، بعد شما مثلا چیز کنید، شما میتونید جلو من نگیرید بگیرید. گفتیم خب نه نمیشه. خب این سری موقع‌هایی یه سری کالاهایی میاد که واقعا واسه مشتریان خیلی جذاب بود، یعنی یه شوکی وارد می‌کرد به خرید شما. پس این میتونه یه نکته برای ما باشه که کنار اون کانسپتی که داریم تولید می‌کنیم ممکنه یه سری از آیتم‌های وجود داشته باشه که هم بتونه یه شوکی به چیدمان ما بده، هم جذاب کننده تر باشه. درسته؟ این نکته خیلی جالبی بودش در ارتباط با این موضوع. و اینکه شما در نهایت مسئول چیدمان که سطح فروش شما رو میومد چیدمان میکرد، به هر چند وقت یک بار به سر میزد؟ تیم چیدمان معمولا میمدن بازدید میکردن از فروشگاه، یعنی یه روزایی میشد که میمدن بازدید میکردن، حالا اون کمبودایی که تو فروشگاه هست معمولا سعی میکردن درست کنن، ولی کلا 2 هفته یک بار چیدمانی که تو فروشگاه انجام شده بود مجددا تعویض میشد. آمار فروش میگرفتین؟ یعنی آمار فروش رو بررسی کردین؟ آمار فروش میگرفتن، هم که جزء چیزشون بود دیگه، کارایی بودن که باید 2 هفته یک بار گزارش میدن و مجددا چیدمان رو تغییر میدادن. بعد چیدمانی که تغییر میدادن تو هر حالا والی که چیدمان میکردن میمدن بارکد اون کالاها رو تو اون فایل اکسلی که باید تهیه میکردن وارد میکردن و به مدیران بالا گزارش میدادن. بعد میمدن گفتن خب حالا بر اساس این بارکدهایی که آیتم کدهایی که تو فروشگاه هست چه درصدی از فروش اون وال مثلا صورت گرفته. خب این گزارش میشد، آیا کالا مشکل داره، قیمت کالا مشکل داره، یا فروشش ضعیف بوده، آیا چیدمانه اشتباه بوده. خب اینا بررسی میشد. احساس میکردن که خب اون کالایی که مثلا رنگ قرمز هست یا رنگ مثلا آبی هست بهتره که بیاد توی ورودی فروشگاه قرار بگیره. درست. خب اون موقع بازی اینجوری داشتیم توی فروشگاه و احساس میکردیم که خب جواب گرفتیم. این روند هی ادامه پیدا میکرد، حتی یه زمانایی بین این پروسه 15 روزه یا 2 هفته که انجام میشد میمدن نگاه میکنن بچه‌ها مثلا این چیدمان خوب بوده، فروشی داشتین از این محصول، نظر مشتری چی بوده، مثلا آیا مشتری‌ها واسهشون جذابیت داره این چیدمانی که من انجام دادم بیاد مثلا دست بزنه به این کالا. خب اینا گزارش میگرفتن و معمولا هم خودشون سطح فروشگاه قرار میگرفتن که ببینن نظر مشتریان چه بازخوردش رو میدیدن، هم از فروشندگان و مدیران فروشگاه گزارش میگرفتن. بعد این بازی چیدمانه توی کالاهای کم فروش و پرفروش هم اتفاق میافتاد. مثلا میگم شما زمانی که یه دیواری کم فروش بوده و فروش خوبی نداشته ممکن بوده با تکنیک های چیدمان شما بتونی اون کالا رو به پرفروش تبدیلش کنی. ویژوالی که وظایف ویژوال داره همینه که شما بتونی
بتونی از اون تکنیک ها استفاده کنی که بتونی کالا رو بفروشی. یعنی بعد واسه مشتری یه جذابیتی داشته باشه و من فکر کنم توی بحث چیدمان بعد نوع چیدمان توی فروشگاه جوری باشه که واسه مشتری جذابیت داشته باشه که تا انتهای فروشگاه بتونه اون مسیری که داره میره رو ادامه بده. اگه ما بخوایم همه کالاهای مثلا نیو کالکشنمون رو توی ورودی فروشگاه بچینیم و کالاهای مثلا آخر فروشگاه باشه، واسه مشتری هر چی میره جلوتر احساس میکنه کالاها داره ضعیف‌تر میشه. ما سعی کردیم نه رعایت کنیم، یعنی باید یه مشتری وقتی داخل فروشگاه میشه بعد یه ریتم خاصی ما تو فروشگاه باید رعایت کنیم که بر اساس اون ریتم همون که میگم مثل یه رهبر ارکستر میمونه که مشتری شما از ابتدای ورود تا انتهایی که میخواد خروج پیدا کنه مشتری واسه جذابیت داشته باشه و این یه بازیه دیگه. دقیقاً ما باید بازی شروع میکنی که دیگه آقا من مشتری دارم توی فروشگاه هدایت میکنم ناخواسته. شاید مشتری داخل فروشگاه میاد سمت آیتم‌های زنونه میخواد بره، بعد احساس میکنم که چه بال خوشگلی زده تو قسمت مردونه، ناخواسته وارد اون قسمت مردونه میشه که حتی شاید منجر به خریدم بشه. درسته. خب از تجربه‌ای که میتونی بهمون بگی برای اینکه تیم ویژوال چی کار میتونه بکنه برای اینکه بازخورد بهتری داشته باشه، عملکرد بهتری داشته باشه، به فروش کمک بیشتری بکنه، فکر میکنی که چه عملکردهایی باید اتفاق بیفته، چه درون سازمان، چه منظورم به هد آفیس هستش، چه داخل سطح فروش؟ ببینید الان کاری که ما توی برندهای ایرانی شروع کردیم اینه که اومدیم تیم ویژوال رو با تیم طراح لینک کردیم و ارتباطشون رو بیشتر کردیم که توی سطح فروشگاه بر اساس گزارشاتی که از سطح فروش ما میگیریم هفته به هفته چه کالاهای مشتریان نیاز دارن و چه کالاهایی باید تولید بشه و من فکر می‌کنم این گزارشاتی که داریم به تیم طراحی میدیم خیلی میتونه مفید باشه واسه اینکه بحث تولید کالاها و نحوه طراحی کالاها به چه صورت باشه و من فکر میکنم که یک کمی فضای همکاری توی برندهای ایرانی واسه تیم ویژوال بیشتر فراهم شده به خاطر اینی که مثلا قضیه اون هایپر استرس که شما اشاره کردیم مثل کالاهایی که موقعی که تو برندهای خارجی داره میاد شما هیچ گونه دیتایی به اون برند نمیدی، یعنی اون برند میگه من این محصول رو تولید کردم و محصول من تولید کردم و شما فقط باید تو بحث فروش و چیدمانش باید بتونید چی بر اساس اون استانداردهایی که تعریف کرده شما بیاین چیدمان رو انجام بدین. ولی من فکر کنم تو برندهای ایرانی این فضای فراهمه که اون همکاری تیم‌های ویژوال و طراحی و فروش بیشتر میتونه تاثیرگذار باشه که بتونن حالا تو تولید و فروش و بحث طراحیش هم که هست مشارکت بیشتر باشه. ولی متاسفانه موضوعی که هست یک کمی توی برندها آموزش‌ها نظرم ضعیفه. آموزش‌ها ضعیفه چون آدمایی که تو بحث بین‌المللی کار کردن تو بحث ویژوال ما خیلی کم داریم تو ایران که بتونه بیاد یه سری استاندارد واسه سازمان‌ها تعریف کنن که نمیگم حالا صفر هستیم نمیگم 100 هستیم، بهتر شدیم و داریم بهتر میشیم چون خیلی از برندهای ایرانی الان من فکر میکنم که پی بردن که باید یه تیم وی ام داشته باشن، اصلا فروشگاه باید چیدمان بشه، بله. لوکیشن باید مشخص بشه، اون فضای مثلا نور پردازی مثلا خیلی مهمه تو فروشگاه ها، بحث بوی فروشگاه خیلی مهمه، بحث اون طراحی اون کانسپتی که داره انجام میشه به چه صورت باید باشه و من فکر میکنم که زمان طراحی هر فروشگاهی کانسپتی فروشگاهی من نظر من میتوانیم از تیم وی ام خیلی استفاده کنیم که دیوارها به چه صورت باشه، آیا نیاز به دیوارهای فیس داریم، آیا نیاز به مثلا این فضا باید فضای مانکن خور باید باشه که من فکر می‌کنم که این موضوع خیلی میتونه توی برندها کمک کنه. و یک کمکی هم که خیلی میتونه بکنه اون مدیر فروشگاهه و همکاری که میتونه با تیم وی ام داشته باشه. معمولا حالا شاید این حرف من خوشایند نباشه، توی برندها خیلی چالش هست بین مدیران فروشگاه‌ها و تیم وی ام.
همیشه این گارده بین این دو تا چیز هست. ولی خب توی سازمان هایی که تیم عملیات دارن معمولا مدیریت فروشگاه ها و مدیریت تیم چیدمان زیر نظر مدیر عملیات هستش که این موضوع اومده کمی چالش ها رو کمتر کرده. یعنی اون مدیر عملیات میگه آقا این فروشگاه باید بر اساس اون استانداردی که مثلا مشخص شده واسه سازمان ما باید چیدمان بشه و فروشگاه ها هم موظف هستن که بر اساس اون چیدمانه بیان با قول همکاری کنن با تیم چیدمان. خودتون هم همچین چالشی داشتیم تو سطح فروش؟ نه زیاد چالش چیزی نداشتیم چون واقعا مثلا تعریف شده بود این موضوع. یعنی شما موقعی که یه گایدلاینی داشته باشیم اینه که آقا تیم چیدمان در بر اساس اون گایدلاینی که هستش داره حالا چیدمان میکنه. یه جاهایی هم اگر احساس کردیم که یک کمی با هم چیز داریم اختلاف سلیقه داریم میادیم جلسه میذاشیم و موضوعات رو با هم حل میکردیم. یعنی یه موقعی میگیم که بهترین گزارشات فروشندگان یا کارشناسان فروش تو فروشگاه به تیم بی ام میدن و این تعامل ما داشتیم. حتی میمدیم یه موقع‌هایی مثلا جدای از بحث کارشناسی فروش به بچه‌ها آموزش‌های ویژوال میدادم. یعنی هفته به هفته ما کلاس‌های آموزشی داشتیم واسه بحث چیدمانمون و بچه‌ها گروه تشکیل داده بودن و یه موقعی خود بچه‌ها توی فروشگاه چیدمان انجام میدادن و گزارش میدادن به تیم چیدمان و ایشون حالا اگر موردی بود خب قطعا میگفتن که اینجا باید اصلاح بشه. این باعث شده بود که خود بچه‌های کارشناسای فروش یه توانایی رو داشته باشن که کل فروشگاه رو چیدمان انجام بدن. خب این خیلی خوب بود. نقش خیلی شما داشتی مهمه. آموزش میدادی کسایی که کارشناس فروش هستن ولی دارن کار وی ام هم یاد میگیرن. خب این به نظر من در آینده خیلی اتفاق خوبی میافتاد که این آدم ها میتونستن مسیر پیشرفته رو کمتر کنن و قطعا مدیران فروشگاه هم مستثنا نبودن از این موضوع دیگه. واقعیتش اینه که همیشه من وقتی راجع به این موضوع صحبت میکنم میگم که تیم وی ام و فعالیتی که وی ام انجام میده در واقع یک زبان دومیه که استراتژی سازمان رو و اون اتفاقی که قراره یه سازمان رقم بزنه رو میاد از طریق فعالیت کاری که میخواد انجام بده توی فروشگاه با اون زبان انجامش میده. یعنی یک زبان دومی هست که این ارتباطات و این انتقال ارتباطاتی که باید انجام بده رو انجام میده. و یه موضوع خیلی مهمی که میخوام راجع بهش صحبت بکنیم اینه که به نظر خودت وی ام و ویژوال مرچندایزینگ رو فقط مختص به چیدمان لباس میبینی یا فکر میکنی که یه فرایندی اون از قبلتر باید اتفاق بیفته تا اون وی ام بتونه بهترین عملکرد رو داشته باشه؟ همیشه توی فروشگاه ها تیم وی ام این چالش رو دارن که من توی بحث اون استاندارده من یکی محدودیت رنگ دارم. مثلا دیوار میخوام بزنم مشکی یا با سفید یا مشکی یا مثلا بالا رنگای دیگه، من این چالش رو دارم که یه کمی تعداد رنگایی که دارم خیلی کمه. معمولا اینا میاد انتقال میدم به تیم طراحی. میگه که من واسه مثلا فصل تابستون کالکشن تابستونم نیاز به مثلا رنگای روشن دارم. خب این شاید در لحاظ تیم طراحی زیاد چیز نباشه که تو بحث چیدمان چه چیزایی نیاز داره. قبل از طراحی میان معمولا جلسات میذارن که چه کالاهایی تولید بشه، الان ترند بازار چیه و میگم که از این بابت ما فکر کنم شما مقدار به خاطر استانداردهای بین المللی که دارین یه سری از استانداردهای بین المللی یه سری چیزا هستن که ما توی مارکت ایران هستیم دیگه. شاید خیلی از کالاهایی که داره مثلا توی دنیا داره تولید میشه یه کمی زمان میبره تا توی کشور ما ترند بشه اون کالاه و ما انقدر تایم نداریم که بخوایم مثلا حالا بشینیم توی فروشگاه تا مثلا یه کالایی که مثلا توی یه برندی تولید شده بیا توی توی مارکت ایران مثلا ترند بشه. این پروسه کمی زمان بر میشه، شاید 2 ماهه. معمولا سعی میکنیم که میایم اینا تلفیقی از اون طراحی فشن روز دنیا رو با نیازهای مشتریان توی ایران و تلفیقش کنیم که بتونیم به یه کالایی
طراحی و تولید بشه که ما بحث فروشش بتونیم موفق باشیم. پس این موضوع رو برای عملکرد بهتر VMA می‌بینی که باید از قسمت طراحی تو قسمت تولید توی تمام مراحل همپای همکاره قبلشون باشن و بدونن ایده از کجا اومده، چه کانسپتی برای اجراش اومده، چجوری باید اجراش بکنه. این خیلی فرآیند مهمیه و موضوعی که ما الان باهاش درگیر هستیم که بگیم که تیم VM کاملا یه تیم ورک هستش و با آدمایی که دیتا آنالیز انجام میدن، با آدمایی که رصد بازار رو انجام میدن توی یه سازمان، آدمایی مثل کاتگوری منیجمنت ها که میان اصلا بررسی میکنن که این آیتم باید وجود داشته باشه نداره، یا اینکه رقباش کیان، چجوری میتونن بهبودش ببخشن. من میخوام که یعنی هدفم از این برقراری این ویدیو پادکست اینه که بتونم اطلاع رسانی بکنم و بخوایم که معرفی بکنیم که VM فقط چیدمان یک وال و یا سطح فروش نیست. زمانی میتونه بهترین عملکرد رو داشته باشه که یه تیم ورک اتفاق بیفته. این دیتا و آنالیز ها در نهایت نشون دهنده اون عملکرد VM باشن. خیلی از سازمان ها معمولا تیمای VM از کارشناسای خود فروشگاه هستن که را سعی میکنن که بر اساس اون علایقی که دارن و میان بچه‌ها رو آموزش میدن و از همون بچه‌های کارشناسای فروش میان تیم VM استفاده میکنن و خب خیلی خوبه این، یعنی اون آدمه توی سطح فروش بوده، نیاز مشتری رو میدونه چیه، میاد خب گزارش میده و نتیجه کار خیلی فکر کنم مثبت میشه. حضور خود VM رو توی سطح فروش ملزم میدونیم به نظر خودت طبق تجربه خودت اینکه VM یه جوری زمانایی باید واقعا تو فروشگاه وجود داشته باشه، حتی اگر که عملکرد چیدمانی نداشته باشه، برای دیدن رفتار مصرف کننده؟ ما کاری که داریم توی فروشگاه، توی مجموعه که داریم کار میکنیم انجام میدیم، توی بازدیدهای هفتگی که داریم انجام میدیم معمولا سعی میکنیم که از تیم VMمون یه شخصی توی بازدیدامون باشه که حالا هم از لحاظ چیدمان اون کالاهایی که مثلا توی یک هفته پیش صورت گرفته گزارش میگیرن. دو اینکه ببینن که نیاز فروشگاه ها چیه. ما خب توی فروشگاهی که هستیم لوکیشن با لوکیشن فرق میکنه. چون توی لوکیشنی مثلا یه سری از کالاهایی که مثلا رنگای چیز هستن زیاد فروش نداشته باشیم، اینا میایم سعی میکنیم جابجا کنیم توی فروشگاه دیگه مثلا که فروششون بیشتر هستش و فکر کنم خوبه که باشن که حقایی تو فروشگاه باشن، حتی اگه عملکرد چیدمان نداشته باشن، رفتار مصرف کننده رو ببینن. نتیجه مثبتی بوده. مثلا خودمون توی مجموعه که داریم کار میکنیم به تیمای VM میگیم که شما یک روز در هفته مثلا توی حالا اساس برنامه‌ریزی که داریم انجام میدیم میگیم تو سطح فروش باشه، از بچه‌های تیم‌های کارشناس سوال کن، خود مشتری ببین چی میخواد، آیا گردش کالاهایی که شما چیدمانی کالایی که کردی، آیا گردش مشتری توری هست که مشتری واسش جذاب باشه که مثلا بخواد کل فروش رو بخواد بازدید کنه یا نه. و اینا خب قطعا تاثیرگذار خواهد بود. درسته. نقش آموزش هم میتونی بهم بگی که آموزشی که احتیاج به یعنی برای بهبود کار ما، بهبود کار VM ما، آموزش سطح آموزش عملکرد VM به پرسنل سطح فروش میتونه مفید باشه، برای اینکه احساس میکنم که زمانی که VM یه استراتژی یا یک فیدبک قبلی نسبت به کاری که داره انجام میکنه، آیا به نظرت این مناسب هست که این موضوع توجیه بشه برای بچه‌هایی که توی سطح فروش هستن، اینکه مثلا میگم بهشون اطلاع بدن که این بر اساس این استایل چیده شده یا این قوانین رنگ شناسی توش رعایت شده؟ به نظرت این تعامل مناسبه که بچه‌های VM با بچه‌های سطح فروش هم داشته باشن، یا اینکه نه فقط گایدلاین وجود داشته باشه و تعاملی وجود نداشته باشه؟ نه قطعا ببینید آموزش هم توی همین برنامه داره صورت میگیره. اگر آموزشی نباشه قطعا نتیجه اون چیدمانه من فکر کنم نتیجه منفی باشه. پس نیازمنده که همه آدم‌ها توی فروشگاه بعد آموزش ببینن. یعنی ما حتی یه موقعی میمدیم تیم خدماتی که توی فروشگاه دارن کار میکنن میمدیم به اونم آموزش میدادیم
گفتیم مثلا شما این کفش که داری برمی‌دارید زیرش دستمال می‌کشی، این کفش استانداردش اینه که بعد به این صورت گذاشته باشه سر جاش. درسته. خب میگفت که من نمیدونستم کفشو مثلا به حالت فیس بود برمی‌داشت، بعد مثلا به صورت چیز می‌ذاشت. ساید می‌ذاشت. آره. میگفتیم خب این اشتباهه. بعد اینم آموزش می‌دیدن حتی که من خیلی جالبه واسم توی فروشگاهی که برند آرمانی داشتم کار می‌کردم، تیم خدمات من میگفت که آی بیگی بچه‌ها این کفشا رو اشتباه گذاشتن. این خیلی جالب بود واسه من که مثلا اون آدمی هم که داره کار خدمات میکنه متوجه شده که آقا این آموزش براش انقدر تاثیر داشت. آره آموزش انقدر تاثیرگذار بوده که من مثلا اطلاع میداد که اینجا مثلا چیدمان احساس کنم اشتباه شده یا مثلا بچه‌ها اشتباه گذاشتن آیتم رو. سوال دیگه که میخوام ازت بپرسم این که به نظر شما متخصص VM چه دانش‌هایی باید داشته باشه؟ چون تجربه کاری که شما به عنوان مدیر فروشگاه داشتی قطعا نکاتی رو توی اطلاعات و دیتای اون VM احساس کردی، حالا چه نقاط مثبتش بوده چه نقاط منفی بوده. چه آموزش‌هایی فکر می‌کنی خود VM، چه دانشی باید خود VM داشته باشه؟ این موضوعی که هست من میگم کار چیدمان یه کار هنریه، یعنی شما باید جزء علایقت باشه کار هنری کردن. ما توی فروشگاه کارشناسای فروشی داشتیم که توی بحث چیدمان واقعا فوق‌العاده بودن که بعد ولی کار ویژوال دوست نداشتن. احساس میکرد که میگم من اگه برم داخل فروشگاه ها بخوام مثلا این چالش هایی که هست توی فروشگاه با پرسنل داشته باشم، احساس کنم دچار چیز میشم، چالش های بدتری میشم و همونا خیلی قبول نمیکردن که بخوان. پس اینجا ما به این نتیجه میرسیم که هم باید صبور باشن، بله، دو اینکه بعد به هنر علاقه داشته باشن، چون رنگ شناسی خیلی مهمه توی چیز ویژوال، و دو اینکه شما باید خیلی روی چیدمانی که داری انجام میدی. توی گفتم بهتون ما توی برند آرمانی اوایل خب تیم چیدمان از ایتالیا میومد. موقعی که میمدن مثلا فکر کنید یه فروشگاه مثلا 700 متری یا مثلا در عرض 2 ساعت چیدمان میکردن. سرعتشون سرعت خیلی بالایی بود، یعنی یه جوری بود که میمد گفت که خب سریع رگالا رو میچیدن، همه کالاها رو از توی بالا میذاشتن روی رگالا، توی خود رگالاشون میکردن رنگ تفکیک رنگی میکردن و میگفت که شما باید چیدمان بر طوری باشه که همه رنگ ها رو بتونی با مثلا شلوار مثلا مشکی یا با کت مثلا توسی ست کنی. میاد خیلی جوانه با در نظر میگرفت و چیدمانش رو انجام میداد. خب این فراینده فکر کنم بر اساس یه سری تجربیاتی بود که توی چندین سال کسب کرده بودن. خب اون اوایلی که مثلا دیگه تیم چیدمان از ایتالیا نیامد، بچه‌ها یه موقعی تا 3 روز مثلا میادن واسه چیدمان فروشگاه وقت میذاشتن. خب دیتا نداشتن، یکم اعتماد به نفسشون پایین بود، ولی خب این مسیر انجام شد و شروع کردن چیدمان کردن بر اساس استانداردهای اون برن و الان یه جوری بود که مثلا خب همون تیمی که توی ایران داشتن چیدمان میکردن بچهای خودمون بودن، چیدمان کل فروشگاه توی نصف روز انجام میدادن و خب این به خاطر اون همکاری بود که با اون تیم VM داشتن و کلاسایی بودن که خودشون میذاشتن اونجا. میگفت که ما میریم 3 ماه دیگه میایم، ولی فروشگاه باید یه جوری چیدمان بشه که بر اساس حالا اون استاندارد اون برنده مطابقت داشته باشه. و من فکر می‌کنم که ما هم میتوانیم توی خود برندهای ایرانیمون آموزش بدیم به کارشناسای فروش. به نظر من بهترین آدمایی که میتونن تو فروشگاه چیدمان کنن کارشناسای فروش هستن، بچه‌ای که تو خود سطح فروش هستن و شاید از داخل اون 10 نفری که داخل تیم فروشگاه هستن به نظر من همیشه 2 تا 3 تا
علاقه‌مند به این موضوع هست که مثلا میتونید روشون سرمایه گذاری کرد، آموزش داد و اون اصول ویژوال رو بهشون آموزش بدیم. خود علم فروشگاهداری و ریتیل اون به چه صورت فکر میکنی که فرد وی ام باید اصول فروشگاهداری، اصول رفتار مصرف کننده هم جزء دانشش داشته باشه و روی این موضوع هم فعالیت داشته باشه؟ یه موضوع خیلی جالبی که واسه من اتفاق افتاد این که خب معمولا حالا جابجایی بین تیمای وی ام توی برندهای مختلف اتفاق میفته. اینکه توی لوازم خانگی، توی برندهای حتی الکترونیکی این اتفاق داره صورت میگیره که من یکی از دوستان گفت که یه درخواست همکاری اومده واسه ویژوال واسه مثلا برندهای مثلا کلید و پریز و بله چیزای به این صورت. من خیلی واسم جالب بود که این همه بیزینس ها به این موضوع پی بردن که شما می توانید یه شخصی توی سازمان توی فروشگاه داشته باشید که کار چیدمان انجام بده و من فکر می‌کنم آینده خوبیه واسه کسایی که میخوان توی این رشته فعالیت کنن و خیلی میتونیم تاثیرگذار باشیم تو این صنعت حالا ریتیل یا بحث پوشاک یا بیزینس‌های دیگه. من فکر می‌کنم که اتفاق خوبی داره میفته ولی این نیازمند آموزشه و من جواز این خلأ رو فکر می‌کنم حس می‌کنم که ما باید بتونیم یه مراکزی داشته باشیم واسه آموزش دادن تیمای وی ام. یه چیزی که خیلی مهمه و توی وی ام میتونه خیلی تاثیرگذار باشه توی مرحله خلق تجربه خرید اینی که ما کانسپت فرهنگ خودمون رو بدونیم. فرهنگ ما، فرهنگ ایرانی‌ها دنیایی از کانسپت، دنیای ایده است برای اجرا و به نظرم یکی از کارهایی که متخصص وی ام میتونه بکنه میتونه برای خلق تجربه خریده از فرهنگ و تاریخ ملت خودش استفاده بکنه. این میتونه هم خیلی جوابگوتر باشه، هم خیلی ملموس‌تره و ناخودآگاه مخاطب خیلی باهاش درگیره. چون من احساس میکنم هر چیزی که در اطراف ما وجود داشته باشه و نیاز به این داشته باشه که مخاطب با چشمش و با دید زیبابینایی بتونه اونو خرید بکنه نیازمند وی ام. من فکر میکنم که حالا جدا از اینکه بحث تورم و شرایط اقتصادی کشور یه جوری هست که یه کمی بیزنس‌ها دچار چالش شدن، من فکر میکنم که خیلی جای کار داریم که بتونیم از اون فرهنگ و اون معماری ایرانیمون توی کانسپت حالا برندهامون استفاده کنیم که یه تلفیقی از فرهنگ هنر ایرانی و استانداردهای روز دنیا ما بتونیم یه بازخورد خوبی داشته باشیم. من فکر میکنم که نیازمند این هست که یه سری مراکزی باشه که بتونن بحث آموزش تیم‌های وی ام فعالیت داشته باشن. من خوشحالم که ریتا جزء فکر میکنم اولین ها باشه که اومده این استارت زده که این آموزش ها رو انجام بده و فکر کنم اتفاق خوبی میفته قطعا و توی بحث حالا ویژوال ما فکر میکنم که خیلی میتونیم هم جای صحبت داشته باشیم هم جای پیشرفت داشته باشیم و بیزینس ها به این باور برسن که آها اگر داره توی یک برندی چیدمانی انجام میشه، موفقیتی هست، حاصل یه سری اتفاقاتیه که یکی از اون اتفاقات این که شما اومدید رو بحث آموزش و جذب آدم هایی که حالا تخصصی توی بحث ویژوال دارن کار میکنن میتونن استفاده کنن و من فکر میکنم در حال 1-2 سال آینده این فضای بیشتر واسه کسایی که توی این رشته علاقه دارن میخوان فعالیت کنن انجام بدن و معمولا هم فکر میکنم که این فضای بیشتر واسه خانم ها جذاب تره. احساس میکنم که با روحیات بله ولی توی یه سری از فعالیت‌های عمل کردیش مثل قسمت تجهیزاتش نیاز به آقایانم واقعا وجود داره. هست ولی من احساس کنم که خانم‌ها توی این موضوع من احساس کنم که هم رنگ شناسی رو بهتر میشناسن نسبت به آقایون، همین که مطالعاتشون نسبت به آقایون بیشتره و خب اون فضای سوشال مدیا هم باعث شده که خانم‌ها بیشتر روی موضوع دقت کنن و
احساس میکنم که اتفاق خوبیه. یه سوالی که میخوام ازت بپرسم و ازت تشکر کنم بابت اومدنت اینی که میتونید به ما بگی که چه چالشی توی این سالهای مدیریت تو وجود داشته که تو بهش برخوردی و چالش رو حلش کردی؟ ببینید سازمانی که چالش نداشته باشه قطعا نمیشود پیدا کرد. سازمان با سازمان چالشاشون فرق میکنه، ولی من فکر میکنم که یه کار خوبی که تو خیلی از حالا مجموعه ها داره انجام میشه، اومدن اون بر اساس اون چارت سازمانی اومدن یه شخصی گذاشتن به عنوان مدیر عملیات. یعنی شما با توانایی مدیریت فروشگاه ها و توانایی چیدمان فروشگاه ها رو، یعنی بعد این توانایی داشته باشی که بتونی اون تیم خوب رهبری کنی و مدیریت کنی. انجام دادن که من خدا رو شکر فکر میکنم که خیلی از چالش برندها حل شده با این پوزیشنی که توی سازمان ها هست و دچار یه استاندارد سازی شدن توی سازمان ها که بتونن که کاری که باید انجام بشه به نحوه هستن و در زمان بسیار کمتری انجام بشه. میتونی توی در پایان یه سخن پایانی به ما بگین؟ حالا میتونه نسبت به بچه‌هایی باشه که میخوان وارد این صنعت بشه یا میتونه حتی بچه‌های خود ریتا باشه. من پیشنهادم اینه که یک کمی باید روی بحث ویژوال هم فعالیتمون بیشتر باشه، هم آموزشمون بیشتر باشه و همین که ما باید بدونیم که اصلا دنبال چی هستیم و هدفمند باشه. یعنی قرار باشه مجموعه ریتا آموزشی بخواد بده، به نظر من باید بیاد خودش یه سری استانداردهای توی سازمان‌ها جمع‌آوری کنه، یه سری دیتا داشته باشه و به نظر من شروع کنه به آموزش دادن آدم‌ها. یعنی صرفاً اون آموزش دادن مهم نیست، مهم اینه که آموزش نتیجه بخش باشه. بله. که نتیجه مثبتی باشه. و منم خب خیلی خوشحالم که اولا که دعوتم کردین، منم توی این پادکست شرکت کردم و واقعا از تیمتون تشکر میکنم. خیلی ممنونم از حضورت. و تو فضایی من فکر کنم سوشال مدیا دیگه از مجموعه ریتا باید بیشتر بشنویم. ان شاءالله حتما. من خودم احساسم اینه که یه موقع‌هایی میتونیم با معرفی این فضای آدم بگیم که خب حالا یه جایی من بهت آموزش دارم میدم، یه جایی هم فضای سوشال میدیا داره این کارا وسط انجام میده که شما دسترسیت راحت باشه به این سری اطلاعات و اتفاق خوبیه و امیدوارم که در آینده اتفاق خوبی بیفته، واقعا کارساز باشه و بتونه یک بخشی از اون چرخنده ریتیل رو همراه کنه و این صنعت بچرخه و هم بچه‌هایی که توی ویژوال کار میکنن بتونن توی خلق تجربه خرید موثر باشن و همون سازمانی که داره تلاششو میکنه. خیلی ممنونم از حضورت. امیدوارم که بازم تو برنامه آینده ببینیمت. خیلی لطف کردی. متشکرم.